خب پانو بیار بالا. جادوگر که نیستم هم زمان دو تا پانو درست کنم، یه دونه رو بده. من مطمئنم این پاپای گوریه. بابا اول پاتو بشور بعد بیا. یا خدا من این پا رو دیدم دیگه کابوس میخوام چیکار. الان سر من خلوت بتازونید، شب عید من حالتون میکنم. سمیه یه استوری بذار بگو برای فردا ساعت 4 ظهر وقت خالی داریم. ببین به نظر من تو با این پا باید بری جنگیری هم از ترساکه. این پا چرا بو زیر بغل میده؟ چجوری یه پا میتونه اینقدر زشت باشه؟ اون مگه میخوای اورانیوم غنی کنی؟ رنگ لگتو انتخاب کن دیگه. حالم داره به هم میخوره. رنگ لگتو عوض کنم، دوست پسرت خوشش نیومده